انتقاد از خانم‌های ایرانی بکن. یه انتقاد؟ آره. همش ایرانی. تنها انتقادی که بهشون وارده اینه که آقایونو دوست دارن. بدون پس و پیش بریم ببینید چی داریم اینجا. برای آدمی که دوستش دارید پیش قدم بشید و تلاش کنید. زنای ایرانی به همجنس خودشون رحم نمی‌کنن. در خیلی از مواقع مخصوصا در کار پشت همدیگه نیستن. خیلی زبون نفهمن. بیچاره شد. شیطان بزرگ مساوی زن. کاش سطح توقعشون کمتر بود. هممون توی یه جامعه زندگی میکنیم. زندگی سخته به خدا. حق میگه. خیلی لوس و دو به هم زنن. آقایونو خیلی اذیت میکنن. هشتگ من دختر ایرانی حامی مردانم. واسه اینکه حامی جنس مخالفت باشی اصلا لزومی نداره هم جنساتو بفروشی. سیستم جهانی طوری طراحی شده که انرژی مرد و زن با هم دیگه هماهنگ نباشه. دلیلش رو شما ببینید.